بعد از اینکه از حضرت ابراهیم دلیل آوردند، بعد به اینه که پیغمبر هستند، بعد به صحابگان پیغمبرها گذاشتند. یعنی بعد پیغمبرها بهترین انسانها صحابه ها هست. بعد امام بخاری رحمت الله علیه فرمود و قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعه. حضرت معاذ گفت بیا همراهی ما یک ساعت بنشین ایمان آوریم. یک ساعت شینیم و ایمان آوریم. مقصود مگر امام حضرت معاذ ایمان نداشتن؟ ایمان داشتن. لیکن بیا یک ساعت شینیم و ایمانمون را زیاد کنیم، همدیگر را یادآوری کنیم، ذکر الله کنیم، پند و نصیحت گوییم تا اینکه ایمان ما زیاد شود. و مقصود از اینجا از کلمه ساعت نه این ساعتی که عبارت از 24 ساعت است و از 60 دقیقه یک ساعتش عبارت است در نزد علمای فلک. این ساعت نیست. مقصود یک برهة من الزمن، یک قسمی از زمانه، یک ساعت یعنی یک مقداری از وقت بشینیم و ایمان آوریم. معاذ ابن جبل یکی از عالمترین امت اسلام، عاید حلال و حرام بودن. از آن کس دلیل آوردن که معاذ میگفتن که بیا یک ساعت شینیم ایمان بیاریم